سلام، به اولین ویدیو از سلسله ویدیوهای اردوی خوشبختی خوش اومدی. من سودیم از اینکه اینجام خیلی هیجان زدم. نکات خیلی مهم و با ارزشی را آماده کردم تا در طی ویدیوهای مختلف باهاتون در میون بذارم. این ویدیوها شامل ذهنیت‌ها، عادت‌ها و فن‌های رفتاری هستش و توی آخر ویدیو هم یه تکنیک خفن بهتون یاد میدم که خودم برای رسیدن به نتایج دلخواهم تو کسب و کار و زندگی ازشون استفاده کردم و واقعا نتیجه بخش بوده. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. اول از همه بگم که شجاعتی که زندگیتون رو عوض کنه مستلزم عمل کردنه و برای همینم هستش که این اردو رو براتون طراحی کردم. میخوام کمکتون کنم دست به عمل بزنید. وقتی آدمی مثل من کنارتون باشه و عظمت رو درونتون ببینه، تغییر کردن آسون میشه. آدمی که تشویقتون کنه و کمی بهتون فشار بیاره تا از منطقه امن و روال همیشگیتون خارجتون کنه، میتونه کمکتون کنه تغییر کنید. با تمرین مداوم میتونید تو هر چیزی بهتر بشید. میدونید که خوشحالی، اعتماد به نفس، خود ارزیابی، تاثیرگذاری روی دیگران و رشد شخصی همه مهارت‌هایی هستن که میتونید یاد بگیرید، تمرین کنید و باهاشون پیشرفت کنید. من تو این مسیر بهتون نشون میدم چطور این کار رو کنید. من سعی میکنم هر هفته 3 تا ویدیو رو براتون آپلود کنم. پس فراموش نکنید زنگوله رو فعال کنید. یه باری مقایسه خیلی جالب در مورد رشد شخصی و پیشرفت تو زندگی و رابطش با ماشین شنیدم. شما با عوض کردن دنده میتونید سرعت و کم و زیاد و حتی دنده عقب برید. برای یه آدم خیلی مهمه که بتونه دنده خودش رو عوض کنه، اونم توی چشم هم زدن. به جای اینکه با یه سرعت ثابت حرکت کنید، باید بتونید افکار و اعمالتون رو ارزیابی کنید و بهشون تسلط کامل داشته باشید تا بتونید هر وقت که لازمه دندتون رو عوض کنید تا به هر چیزی که میخواید برسید. وقتی شما دندتون رو عوض میکنید، در واقع حالت اون قسمت از ذهن که فعاله رو عوض میکنید و شانس موفقیتتون رو بالا میبرید. مثلا وقتی روی مشکل تمرکز کردین ولی بعدش دنده ذهنیتون رو عوض میکنید و به راه حل فکر میکنید، از قسمت مختلفی از ذهنتون استفاده میکنید و بیشتر موفق میشید. برای مثال شاید یکم وزن اضافه کرده باشین، یا لباستون کمی تنگ شده باشه، یا شاید کار خونه سنگینه، یا جای پارک گیرتون نمیاد، یا با تورم مشکل دارید، یا با کارهایی که عقب افتاده زیادی اذیتتون میکنه و غیره. در حقیقت شما روی این مشکلات تمرکز کردین، ولی وقتی به خودتون یاد میدین روی چیزایی که شکرگزارش هستین تمرکز کنین، اون وقت قدرت چشمگیری نصیبتون میشه. 48 ساعت رو بدون گلایه کردن سپری کنید. نه گلایه به زبون بیارید و نه توی ذهنتون بهش فکر کنید. اگه متوجه شدین که دارین گلایه میکنید یا به افکار منفی فکر میکنید، از قانون 5 ثانیه برای کنترلش استفاده کنید. از 5 تا 1 برعکس بشمرید. 5 4 3 2 1 و بعدش به یک چیزی فکر کنید که در موردش احساس خوبی دارید و حس خوششانسی بهتون میده. الان یه عده‌تون میاین میگین که ما خوششانس نیستیم. در حقیقت شما خوششانس هستید، چون میخواید زندگیتون رو تغییر بدین و بهترش کنید. به اندازه کافی خوششانس هستی که تکنولوژی و زمان لازم رو برای دیدن این ویدیو داری و برای خودت وقت بذاری. یادگیری تغییر افکار از چیزایی که شما رو اذیت میکنه به چیزایی که خوششانسی شما رو یادآور میشن خیلی قدرتمندن. چرا؟ چون شما همیشه نمیتونید اتفاقاتی که براتون میفته یا احساسی که تو اون لحظه بهتون دست میده رو کنترل کنید، اما شما همیشه میتونید افکار و اعمالتون رو کنترل کنید و این شما رو انسان بسیار خوششانسی میکنه. تو ویدیوی بعدی قراره بهتون یاد بدم که چرا لازمه که افکار خودتون رو مدیریت کنید. یادتون نره برای 48 ساعت گلایه نکنید.